بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. آیا تا حالا شبی رو با گریه خوابیدی؟ روزی را که همه چیز به هم ریخته ولی هیچ کس نفهمید چی در دلت گذشت. در این لحظه ها خدا تو را فراموش نکرده. او منتظر است تو صدایش بزنی. اینجاست که دعا شروع می شود. در این لحظه ها خدا راهی برایت گذاشته که نه دارو می خواهد نه پول. دعا آرامش است، ارتباط است، تنفس روح است. یعنی دعا نیاز نیست فقط وقت سختی باشد. سوره غافر آیت 60. ادعونی استجیب لکم. مرا بخوانید تا پاسخ دهم. الله وعده داده است نه به هر کس بلکه به هر دعا کننده ای. یعنی حاضر دانستن الله وقتی دلت پر است. دعا یعنی بر زبان آوردن آنچه در دل سنگینی می کند. گاهی تنها گفتن یا الله کافی است تا دل سبک شود. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. سوره بقره آیت 186. و هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را پاسخ می دهم. دانشمندان دانشگاه دیوک در آمریکا تحقیق کردند افرادی که مرتب دعا می کنند یا با خدا گفتگو می کنند سطح هورمون استرس کمتری دارند. دعا مثل یک تنظیم کننده درونی عمل می کند و ذهن را از افکار آشفته جدا می سازد. در واقع دعا مانند بازنشانی روان است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی از خداوند چیزی نخواهد الله متعال بر او خشم می گیرد. یعنی دعا فقط نیاز نیست، رابطه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سخت‌ترین لحظات زندگی خود اول به سجده می رفت چون می دانست دعا قبل از آن که در دنیا تغییر ایجاد کند در قلب انسان آرامش می کند. بیایید داستانی را بدانیم که با دعا آرامش را به دست می آورد انسان. دختری تنها مادر 30 کودک یا 1000 مشکل مالی، اما هر شب در تاریکی دستهایش را بالا می برد. یا رب تو می دانی و بس. او هنوز ثروتمند نیست اما آرام است چون می داند کسی را دارد که همیشه می شنود. پس با دعا آرامش می گرفت. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. سوره نمل آیت 62. کیست که دعای بیقرار را اجابت می کند و سختی را می زداید. پس بدان ای خواهرم دعا گفتگوی قلب با آسمان است. استرس از هر لحظه است ولی اگر رابطت با خدا قوی باشد آرامش همیشه با توست. دعا کن نه فقط وقت مشکل داری. دعا کن چون دلت میخواهد با آفریننده‌اش حرف بزند. السلام علیکم و رحمت الله.